خسن باشید ارادت خدا میلک بودی شکر چیکار کنم بهدا چای سبز چای سبز چای هرچی ما باشه افشان قهر برده بیار بگیش کن بچه پول دست کنم آقا بیاد بالا تا شما نگاه با برنامه شروع نمیکنه نگاه این چه اخلاقاییه میاد تو لایو در میره خیلی زشت خیلی حمایت کنه همین برنامه ما در میشه بره کی؟ یک تا خواهش میکنم حالا که اومده تو برنامه هستید لطف کنه در نرید باشا پیج ما رو به اشتراک بذارید ما برنامه داریم که شما تو خونه حال کنه شاد باشید یه بره کله هاشه بالا این فلاشو که میبینه دست بزنید این فلاش این لایو رو به اشتراک بذارید با دوستات بفرستید اینا اونو برش باری چطور میشه قلب بره اون بفرست محمودی هست شما محمودی هست محمودی رضا بابا هرچی کردی آقای یاسیا بچه های صدا اومدن بچه های صدا آی تربره ایرادن بله محمد رضا اومده دکتر سیدی اوکیه دکتر اوکیه ولی کلا دمی دوگم بچه ها دمی دوگم آمده باشید بخیر لایو شروع کنیم شما تو لایو در نره جایی همینجا باشید دور همگه یک تا آدم خش بعد ما موقع بیا صحبت کنه یخه قیافش داغونه قیافش جوریه که نیشی فکر میکنه اخلاق نره ولی بچه مهربونه دلی نداره همینه رکه آقا نه چیدی تو دلش نه میگم چه کار داری میکنه نه تو در بره بعضی آقا بسته تلویزیون که دارم ببین دمشو گرم میگم لایو ما از کانال ما بشه ما لایو بعدش سیوش میدیم تو کانالمون تو یوتیوب میذاریم ببینه تو یوتیوب ما حالا همین تو یوتیوب ما ببینید حمایت کنید ما یه برنامه داریم میذاریم فقط برای شما فقط شما ما رو ببینید دمتون گرم ببینید و هوا ما داشته باشه قلبگاه بدید بیا بالا شیر کنید بیا چیکار میکنم بردن کامنت بذارم موسه بستی بیا بیا خیلی هر شما قطع کت چاور میکنم کجا میکنه با کجا ایره اورا میدنش مثل کبابیه که پول بدی گفتم فلان جا کباب برگ میده پول بدی برگت میده پول ندی مرگت میده آقا ما رفت میام موسه داره بیا که شروع کنه ببخشید تاره برکنه ببخشید شرمنده ببخشه دیگه بعضی ها بعدشون میان از این برنامه خواهشن نیه تو دیگه خوشتون میاد از ما خوشتون میاد ما رو دوست دارید بیه خواهشن کسی که دوستون ندارن نیان تو لایو الکیان کامنت های الکی نله این ما خونمتون همه را راضی کنه باریکالله دمتون گرم ما تا وسط خود و هفته رو میرسیم رو بخیم راضی کنیم ولی ده نمیشه همه را راضی کنه باریکالله ولی اکثریت خدا رو شکر دمتون گرم موسه اومد هر چی شما که دو برادر این برادر آخرین برنامه از مرحله دوم برنامه یکی یزد رو پشت سر خواهیم گذاشت و بعد وارد مرحله سوم و بعد از مرحله سوم نیمه نهایی و انشالله مرحله نهایی. فرمت به این شکله که ما از این 7 برنامه‌ای که تو مرحله دوم داشتیم از هر برنامه 2 شرکت کننده میاد بالا جمعاً میشن 14 نفر و 2 نفر هم نهایتاً از بین اونهایی که تو این برنامه حذف شدن به رأی مردم گذاشته میشه و جمعاً 16 نفر به مرحله سوم راه پیدا میکنن و اونجا به رقابت میپردازن و امیدواریم که ماحصل همه این مراحل و برنامه ها چیزی باشه که منجر بشه به حال خوش برای شما. مردم دوستتون داریم و تو این شبها من خیلی اومدم حرفای تلخ زدم و گله کردم و از ناراحتیامون گفتیم. امشب دیگه خدا یه حالی به ما داده و رحمتش رو جاری و ساری کرده و روی سر ما باران اومده و حال مردمان کویر خوشه به همون قطراتی که از آسمان روی خاک سخت و نمیدونم به هر حال خودتون بهتر میدونید یزدیا باریده و حالت وقتشه که ما هم یکم نرم بشیم هم تو کلاممون هم تو رفتارمون. میگن باران که میاد همه عاشق میشن، بارون که میاد باید چتر تو بذاری کنار، زنگ یارت بزنی بگی کجایی، بگه هر جا تو باشی و دست در دست یار کرونا رو هم فراموش کنید. من همینجا تو از همین تریبون رسما کرونا رو محکوم میکنم مثل یکی از بزرگانی که اخیراً زحمت محکومیت کرونا رو کشیده. طبق همه محکومیت هامون من هم کرونا رو محکوم میکنم و دست یار رو بگیرید و حالا ما که نه بگیرید و برید و
حالشو ببرید زیر این بارون زیبا و دلانگیز. بارون که میاد غما رو میشوره و امیدواریم که غمای دلاتون هم بشوره و ببره و حالتون بهتر از اینی که هست باشه. دوستتون داریم و امیدوارم امشب برای شما حال خوش ارمغان بیاد. یا علی، بریم ببینیم. بسم الله الرحمن الرحیم. حمد و سپاس خدای محبوب را سزاست که جوانی را آفرید، که اگر جوانی نبود زندگی به آسمان بی ستاره میمانست و باغستان بی گل و گیاه و حیات بی آب و آینه. به نام خداوند آینه ها، فروزنده عشق در سینه ها. خانم آقایون سلام علیکم، خیلی خوش اومدید به برنامه یک یزد. اینجا یک یزد و کلی اتفاقات بسیار عالی که تقدیم حضور شما میشه و ممنونیم از همراهی شما بزرگواران مهربانان و بینندگان نازنینی که همچنان کنار ما هستی. بعد از چند هفته امشب شب آخر مرحله دوممونه و پرونده مرحله دوم رو امشب بسته میشه، ولی کلی شرکت کننده قبراق و سرحال خواهیم داشت که آماده و مهیا هستن تا در مرحله دوم خودی نشون بدن و هنرشون رو برای شما عرضه دارن. اما بهتون بگم که امشب هم قرار انتخاب بشن از شرکت کننده هایی که قراره روی این صحنه هنرنمایی کنن. امیدوارم که بالاخره اونی که حقشه، اونی که داورها مد نظرشون بیان بالا و برای شما تو مرحله بعدی هم هنرنمایی کنن. خیلی ممنونم کنار ما هستید. میهمان هم داریم امشب. یک یزد ما برقراره. مرحله دیده شو هم که پرطرفدار و نگاه‌های پرمهر شما رو میطلبه. اینجا یک یزد. خیلی خوش اومدید. خب خیلی ممنون، متشکرم بیننده های نازنین و همراهان درجه یک برنامه یک یزد. یه عذرخواهی بهتون بدهکاریم به دلیل اینکه دو تا برنامه اخیر ما منجر شده به بالاخره مشکلاتی که در سرور اصلی وجود داره و از دست ما هم خارجه، هیچ کاری نمیتونیم انجام بدیم. و اگه دیدید احیانا توی لایو امشب ما، حالا لایو قبلا ما هم که یه قطع و وصلیایی داشتیم به دلیل مشکلات سروره، احیانا ممکنه بعضی از دوستان نتونسته باشن لایو ما رو ببینن. از همینجا نوید بهتون میدیم که این برنامه کاملش روی فضای یوتیوب بارگذاری خواهد شد و اگه خواستید میتونید مراجعه کنید اونجا ببینید. اگر دیدید دوستانی هم نمیتونن وارد لایو بشن، احیانا باید یه امتحان هم بکنن از VPN
استفاده کنن ببینن که مشکلشون حل میشه یا نه. به هر حال ما دوست داریم که بدون دغدغه خاطر در کنار شما باشیم و پوزش ما رو بپذیرید، خواهش میکنم. سپاسگزارم. اما رسیدیم مرحله یک یزد و میهمان بزرگواری که از بین میهمانان نازنینی که دعوت شدن تو برنامه یک یزد امشب این افتخار رو ما داریم که میزبانش باشیم. یک جوان همچین کارکشته و بسیار بسیار سرحال که قراره امروز خدمت شما معرفی بشه در یک کسب و کاری که شاید خیلی اون باهاش سر کار داریم اما خیلی نفهمیدیم که چه اتفاق افتاده در آستان اون و چقدر موفقیت آمیز بوده این کسب و کار. بریم باهاشون آشنا بشیم. میهمان یک یزد امشب ما کسی نیست به جز محمد میرجعفری نازنین. محمد تشریف بیار. خیلی خوش اومدی. محمد میرجعفری نازنین از دوستان عزیز در کسب و کار آرایشگری، آموزشگاه آرایشگری، خودش کامل توضیح میده. محمد جان سلام علیک، بفرمایید. به نام یکتا هنرآفرین هستی، بنده سید محمد میرجعفری هستم، مدیر مجموعه آموزشگاه و آرایشگاه مردانه سهیل در خدمتتون هستم. آقای میرجعفری نازنین، میخوام بریم از قبلنا شروع کنیم. چی شد که محمد میرجعفری وارد حرفه و هنر، بهتر بگم هنر آرایشگری شد؟ بنده از سال 1379 تقریبا بله وارد این رشته شدم. البته از طریق پدرم بود که به هر حال تو این رشته بودن و مشوق بنده بودن تو این رشته. بله. مفتخر بودم که به هر حال در کنارشون و ادامه بدم این رشته. بسیارم. من یه جسارت بکنم محمد جان، من یه ذره میکروفون تو فاصله بدم که صدات واضح‌تر شنیده بشه. محمد جان، شما به واسطه پدر وارد این فضای آرایشگری شدید فرمودید. چی شد که ادامه دادی، علاقه داشتی؟ خب خیلی از بچه‌ها هستن که خیلی حرفه پدر رو دنبال نمی‌کنن. ببینید از عشق و علاقه‌ای بود که از دوران کودکی داشتم. بعد مادرم خیلی مخالف بود، پدرم مشوق بود. آره. مادر میگفت درس رو ادامه بده، پدر میگفت که به هر حال در کنار درس. به کدوم گوش دادی؟ هر جفتش. هم درس رو ادامه دادم، همین که کار ادامه دادم. خب تو درس رو ادامه دادی. من این نکته رو بگم، بعضی از ماها این نگاه عامه مردمه که فکر میکنن کسانی که وارد حرفه‌های هنری و حرفه‌های دیگه میشن حتما مثلا باید درس رو بذارن کنار و اون حرفه پدر رو ادامه بدن، در صورتی که محمد میرجعفری هم درس رو ادامه داد هم حرفش رو ادامه داد. کجا تحصیل کردی؟ تا کجا تحصیل کردی؟ چه رشته‌ای؟ فوق لیسانس برق قدرت دارم، باریکلا. دانشگاه آزاد یزد. بعد دیگه در کنارش هم کار رو ادامه دادم. کار رو ادامه دادی. چرا نرفتی تو حوزه برق فعالیت کنی؟ همین حوزه پول داشت این حوزه برا؟ اتاسیده برقش بگیره. خیلی خوب، بسیار. چند سالته محمد جان؟ من 27 سال. 27 سال. اون ولاد جوان. خب خیلی ممنونم. بریم سراغ هیئت محترم داوران. سلام میکنم خدمت بزرگواران هیئت داوران، همه ماشاءالله تیزبین و ریزبین. بدبین، ریزبین. عالی، همه عالی. خانم دکتر از شما شروع میکنیم، سوال خودتون رو مطرح کنید. سلام به یکی از خوش اومدید. من اول یک باوری بعضی نسبت به شغل شما دارن. این کلمه رو باید بگم که قبل از اینکه برای شما و آرایشگری کلا یا پیرایش یک شغل باشه، یک هنر خیلی بزرگه و بعد از اون یک مهارت خیلی بزرگ و نگاهی که امروز هر روز این کار داره تخصصی تر میشه و شما هم به عنوان مجموعه‌ای که در این حوزه تخصصی وارد شدید، به نظر من تونستید قدری نگاه مهارتی و هنری رو در حداقل جامعه یزد جا بندازید و این شایسته تقدیر و ارزشمنده. اما اینکه چون برنامه طنزه و شغل شما هم خیلی هنریه، من یه سوال می‌پرسم و دو تا سوال کوتاه. اگه یه روز برید سر کار و ببینید یکی ماشین اصلاحتون رو برداشته، موهای خودش رو چند نفر اصلاح کرده، بعدم انداختتش توی پارچ آب، چیکار میکنه؟ خدای من با این شوخی‌ها ماشین اصلاح شخصی خودت. این شوخی‌ها رو باهاش نکن. چیکار می‌کنی؟ که الکل. خب
خب دیگه سعی میکنم از یه ابزار دیگه استفاده کنه. یعنی داری ابزار بله، تعداد بله، زیاد؟ بله. یعنی اصلا خیلی براش مهم نی. من زیادی ماشین مگه اتفاق ماشین افتاده. اصلاح به هر حال شخصیتون اسممون نباشه کلا؟ هنرمنده دیگه، مجبوریم به هر حال از یه چون ابزار گفتن دیگه. خیلی حساسید روی ماشین اگه نباشه خلاصه. حساسیم، ولی که وقتی تو عمل انجام شده قرار میگیریم مجبوریم که شده یه اتفاق برات بیفته؟ نه. نیفتاده خدا رو شکر. خدا رو همه کسایی که با محمد جان کار میکنن خودشون ماشاءالله میدونن هوای که نباید نباید این کار نزدیکش. انجام بدن، همه حالشون خوبه. حالا چون اون خب. سوالا اینجور جواب دادن، یه چیز چجوری میشه آدم عطسه و سرفه کنه نگاه آسمون کنه؟ این دیگه چجوری؟ این چجوری میشه؟ پیش نیومده تا حالا. پیش نیومده اصلا. عدس و صفحه کنی نگاه آسمون اصلا کنی؟ پیش نیومده. حالا اگه یه دونه از اون عدسا بیان جا آبروش میره. همین آره نگاه آسمون بذار نکردی همینجا تا عطسه حالا کن. محمد ولش کن. آره اینقدر سر به زیر نباش محمد جان، ما که میدونیم که اشکال آره، نداره. آره. راحت باش قولت بگردم. خب اما بریم سراغ سعید آقای تامهری نازنین. آقا بفرمایید. خیلی مخلصیم، ارادت داریم، خیلی خوش آمدید. من یه سوال دارم، همیشه برام سوال بوده. خب کار شما که استاد هستین و وسواس هم دارید توی کارتون، موهای خودتون رو کی درست میکنه؟ و اگر افرادی گفتی. هستن کنارتون، آیا واقعا با نظارت خودتون اتفاق میفته یا نه؟ دو سه تا هستن، محسن جواد بله هستن. ببینید من تا 2 سال پیش که برای تو بخش آرایشگری فعالیت داشتم، سعی میکردم از بچه‌های استفاده کنم که یه خورده استرس دارن تو این کار، خب که بهشون اعتماد به نفس بدم. آفرین. دقیقاً الان هم همینه دیگه. الان هم به هر حال از سال تقریبا 1 سال و نیمه 89 من وارد فعالیت آموزشگاه شدم. تقریبا کارآموزای زیاد 99 98 98 ببخشید. آره 98 آره. حساب می‌کنم. کارآموزای زیادی داشتم. بعد یه سری از این کارآموزا پیش می اومد که خیلی استرس داشتن تو این کار. برای اینکه یه ذره بهشون اعتماد به نفس بدم، سعی میکنم خودم بشینم به هر حال آفرین. زیر دستشون و اینکه اون استرس از بین بره. موهات هم خراب کردن؟ خیلی زیاد. خیلی زیاد. زیاد خوب. خیلی خوب. یه نفرم گفته یه سوالی بکنم، چقدر آدامس میخورید؟ آدم استرسش کم شه. برای کرونا آره مصرفش خیلی زیاده. آره برای برای کرونا استرس. بخوره. خب آقای مهندس سلیمی نازنین، من یه سوال دارم. مشاطه یعنی چی؟ چطور؟ مشاطه این قدیما میگفتن به شغل شماست دیگه. یه ذره راهنمایی کن. آرایشگر آرایشگر. درگذر. که میگه در جواب حرف ایشون که گفتن چه کسی سر شما رو کوتاه میکنه، میگه انگشت نمای همه دلها شود ارچه ناخونش نباشد که سر خیش بخارد. بر مورد همین مشاطه اینا گفتن. و این شعر رو تقدیم میکنم به شما که میگه ای که پوشیده بداری رخ همچون قمرت، هیچ مشاطه نیاراید از این خوب ترت. باریکلا. بوسه ایزان دهن تنگ بده یا بفروش، از میان دهنت یا ز دکان کمرت. این تقدیم کردم به شما. یه سوالم دارم. بله. آقا خیلی شما روند خب دیگه کمرت غیر خوبه. دیگه. خوبه. آره منظور خوبه. غیر. توضیح نمیخواد آره. دیگه حل حالا دیگه گرفتم گفتید. همه. نه بس آره بس که کامera داره. شما روند گر شدن افراد هم میبینین درسته؟ تو مثلا طرف مشتری شما 5 سال شما کم کم میبینین یارو داره خلوت، کار شما خلوت‌تر میشه درسته؟ هر چه سر اون خلوت میشه کار شما راحت‌تر. نبینید قبلا راهکار نداشتیم ولی الان راهکار داریم براشون. از این کسایی پودرا که میزنی؟ یه ذره موهاشون خلوت میشه یا به اصطلاح تاسی داشته سعی باشن. می‌کنیم یا کلی که تو از دره. پروتز استفاده کنیم. آره آره سلطان پروتز یزده. حل آقا. من برای خودم گفتم این دفعه اومدم بس بکنید این پروتز. همه کچلا رو مودار کرده. آقا ولی اولین مرکز فقط اولین مرکز تخصص پروتز یزدان فقط بله، مال بله. کارش فوق العاده. آقا همه میگن کلی تو دره فلانی گره میرن پل فلانی بودرشون میکنه. نه البته میگه شاید که ز مشاطه نرنجیم که زشتیم. تمام شما بفرمایید. این مشاطه چی؟ محمد جان خیلی خوش اومدی عزیزم. من میدونم تو چقدر دوست داشتنی، کار درست و با محبت هستی. یعنی هر که میاد پیشت حال میکنه باد. خب واقعا حال میکنه. اخلاقت بی‌نظیر. میگه چشم مست ملس جلوگه بیداد است.
خط ابروی تو سرمشق کدام استاد است؟ آفرین. خط ابروی تو را دیدم و رفتم به سجود، آهوی زنده گرفتن هنر صیاد است. خدا عمرمون تئاتر بده. فوق العاده هستی، جدی میگم خیلی کار درست. بابا یه دوست داشتنی داره، باباش فوق العاده دوست داشتنیه و کاردوبی افتخار بابا دی دست خوشگل ما بزنه و خودت که خیلی عزیزی سید جان. بفرمی برادر شما صحبت بگو، من بعد چیزی یادم من بگم. آره من حالا بعد بگم الان حالا اول من داشت بعد سوال میپرسم. الان دو روزمون نشده، حالا بعضی از جوونا بعضیا ابرو خو برن ورمه دارن، پسرا ابرو خو ورمه دارن، پاچشونم بالا میزنن، پاشونه کموگی تیغ میکنن، خبر کلاسی شمع خو میندازن. یه بار حاملش خیلی خانم راحت کنه. این خو برای شما کسی شده بیا پلو ابرو ورداره پسر واسه باشه راستش بود. راستش بله من جواب میدم. بله شده. برداشتی ها؟ عادیه ور میداره. بله درخواست کردن دیگه. درخواست هنرمند دیگه باید انجام بده. بگم محمد آقا شما 27 ساله ده ولی واقعا یه کارآموزه، یه کارآفرین نمونه هستی. چند نفر دارن کنارتون نون بخورن و واقعا دوستت میدارن بچه‌هایی که اطرافت هستن. در خانم دکتر آقای تامری عزیز، آقای سلیمی، ما چون آشنا هستیم با محمد میشناسیمش از نزد، من دیدم کار خیر انجام میده. یه کسی که واقعا نداشته باشه و خواست بشه دومات بشه، یا وقتی خواستی چه کنی غمت نباشه. ازدواج باید داشته باشه. فوق العاده راه کارش خیلی به والله فوق العاده این پسر. و یه چیز بگم محمد، حالا کسی اومده مثلا که هر باشه بگه تی بکش چه سالیه؟ آره کسی و در آخر بفرمایید. ای که پوشیشه تنت مشاطره. مشاطر میگم مشاطر است از بوی دهنت و قیر کمرت عالی. زدن نکنه خدا به خیر بگردونه. محمد جان من یه سوال بپرسم. محمد جان شما این کاری که انجام میدی رو هنر میدونی یا کسب؟ هنر میدونی. بله. و از طریق این هنر کسب خوبی داری؟ خدا رو شکر. چه هنری بالاتر از این که مخلوق خداوند رو زیبا میکنه. آفرین. و از اون چرا میدونی چرا هی مشاطه و غیر و کمر چه میگن رقص خوبی هم داره. حالا میخوام یه کوچولو برام. نه آقا ما شنیدیم. چالش اونا شنیده ها بوده. به شنیده آقای تامری از همه میخواد بخونم. من چون نمایشم میخوام برقصم. الان با چیکار کنم؟ نه نمیتونه که اصلا یک بچه هیئتی خیلی خطرناک. خب من یه سوال دیگه هم بپرسم با اجازه کسب اجازه هیئت محترم داوران. خواهش می‌کنم بفرمایید آقای وکیلی. استاد بفرمایید. محمد جان اگر که آرایشگر نمی‌شدی و وارد گیته آرایشگری نمی‌شدی چه کاری انجام میدادی؟ دوستش چه کاره بشی؟ دوستش چه کاره بشی؟ ببینید من در برای زمانی که کنکور داشتم خب رشتم تجربی بود. رشته تجربی هم بود. آره برخوندی بعد. آره بعد دیگه رفتیم دانشگاه آزاد. بعد اولین شهری که قبول شدم رودهم بود. آره. خب اتاق عمل رودهم. خب فکر میکنم اگه نمیرفتم آرایشگری میرفتم. یعنی قطعا علاقه‌مندی داشت. بچگی که اتاق عمل نبوده که. نه. خب پس من میگم اون چیزی که آرایشگری بود. آرایشگری. اما اولم عشق و علاقه آرایشگری بود. یعنی به هیچ چیز دیگه فکر نمی‌کردی. نه. بعد چی شد که محمد امیر جعفری وقتی میری حالا توی مکان کسبش یک عالم تقدیرنامه و گواهینامه داره که نشون میده که کامل این حرفه رو فرا گرفته. یعنی این حرفه نبوده که حالا از پدر به پسر برسه بلکه کاملا آکادمیک هم رفته و یاد گرفته. چی شد که این فرصت رو برای خودت به وجود آوردی؟ ببینید در قدم اول که بازم میگم مشوق من پدرم بود و بله. بلندتر صحبت همه کن. این لوحایی که دارم تقدیرنامه‌ای که دارم صدقه سر پدرم هست، چون پدرم مشوقت بود. منو میفرستاد به هر حال این شهر اون شهر این کشور اون کشور. باریکلا. آره بابا داشته ماشاءالله. دیگه بابام داشته ماشاءالله. یعنی بگم من حالا دلیل یک بودنت بره ما اینه که از تو از نظر اخلاق همه چی از نظر کارآفرینی
و اینکه حال چجوری میشه که بعضی وقتا تیم ورمداری خانه سالمندان پیش بچهای محل ذهنی این حال این حال به ما بگید. خیلی حرف ببینید، قشنگی. این کار یه کار دلیه. بعد ما تقریبا الان که تو دوران کرونا نه، ولی تقریبا یک سال خورده پیش ولی چند تا همکارا بودن، با هم همکاری داشتیم، قرار گذاشتید با هم دیگه. با هم میرفتیم خانه سالمندان، بسیستی، جای مختلف میرفتیم و یه باقیات و صالحاتی برای خودتون. حالت خوب میشه. خیلی خیلی خدا رو شکر. خیلی ممنونم، متشکرم محمد جان. انشالله که موفق و مؤید باشی. همه یک آرایشگرا ماشاءالله دمشون گرم، خیلی خوبن. محمدم بسیار تلاش کرده تا به اینجا رسیده. الان در کنار اینکه حالا آرایشگری میکنه، آموزشگاه هم داره و وقتی میری تو آموزشگاه میبینی خیلی عظیمی از جوونا اومدن که آرایشگری یاد بگیرن. برای منی که حالا میرم اونجا نگاه میکنم یه حس خیلی خوبی داره. مطمئنا برای خود محمدم همین حس عالی که تو سن 27 سالگی آموزش میده به دوستان عزیزی که میخوان آرایشگری یاد بگیرن. آقا چون شما وایسادی آقا چیز بزن. محمد جان خیلی برای گروه ما عزیزی. رای طلایی نیست. زنگ طلایی تقدیم شده محمد میرجعفری، سید محمد میرجعفری نازنین از آرایشگرای بسیار خوبه همستانی. ان شاءالله که موفق و مؤید باشه محمد جان. حرف آخری داری به مردم بزن به هیئت داوران. ما در خدمت. جا داره یه تقدیر تشکر ویژه‌ای داشته باشم از پدرم ماشاءالله که هرچی که آرزوشو داشتم و بهش رسیدم مدیونشم. دمت گرم. احسن به شما. موفق و مؤید باشی محمد جان. انشالله بالاها ببینیم. یا علی متشکرم. خدا نگهدارت باشه. سپاسگزارم. بیننده‌های محترم یک یزد خیلی ممنون کنار ما هستید. مشکل سرورمون خدا رو شکر به من اطلاع دادن که حل شده. امیدوارم دیگه مشکل به وجود نیاد. آماده و مهیا قبراق و سرحال هستیم که بریم مرحله دیده شو و شرکت کننده ها رو ببینیم. خیلی خوش اومدید. خب خیلی ممنون، متشکرم بیننده‌های نازنین یک یزدی. رسیدیم مرحله دیده شو. می‌خوایم بریم با اولین شرکت کننده‌ای که موفق شده وارد مرحله دوم بشه، در شب آخر مرحله دوم آشنا بشیم، ببینیم که قراره چه کار روی این صحنه انجام بدن. بفرمایید. چقدر چشات قشنگه. میتونستی هنرپیشه بشی ها. مثلا فکر کن اگه که توی فرشته تهران به دنیا آمده بودی بالا شهر، میتونستی بزرگ شدی هنرپیشه بشی. دوست داری بزرگ شدی چی کاره بشی؟ چی کار کنی؟ آخشار. چی؟ آخشار. آخشار چیه؟ آخشار اون آخشارا رو این مثلا اینجوری اونا رو هم میدن جدا میکنن با میفروشن. دوست داری آشغالا رو جمع کنی بفروشی وقتی بزرگ شدی. آره؟ یه آرزوی بزرگ بکن. چی بکنم؟ آرزو. آره. آرزو چیه؟ آرزو چیه؟
عزیزم. بازم میای اینجا؟ اومدی اینجا منو صدا کن. خب؟ خدا به نام خداوند کودکان کار. دوستان سلام. سلامی چو بوی خوش آشنایی. امشب در خدمت شما هستم تا روایتی از یک دلنوشته کودک کار با هم مرور کنیم. چشمامو وا کردم، دیدم وسط یه جمعیت دارم لگدمال میشم. خدایا، وای. یهو به خودم اومدم، یاد شب قبل افتادم. آخه میدونی گلامو کامل نفروخته بودم. اگه برمیگشتم خونه امیرخان حتما مجازاتم میکرد. پیش خودم گفتم اگه تو این هوای سرد زیر این بارون خدا بخوابم خیلی راحت ترم. دویدم رفتم سر چهارراه. آقا گل بخر. آقا تو رو خدا، تو رو قرآن، جون مادرت یه گل بخر. چقدر حرف میزنی؟ آقا خواهش میکنم، همه گلام مال تو، فقط یه گل بخر. برو بچه، برو پی کارت. وای اینم رفت. حالا چیکار کنم؟ فهمیدم. میرم سر چهارراه دومی، اونجا میتونم گلامو بفروشم. آخه اونجا خیلی شلوغه. دویدم رفتم سر چهارراه دومی، نان نداشتم، خیلی خسته بودم. آخه میدونی وقتی غذا نخورده باشی، اونم 2 روز غذا نخورده باشی، جون تو تنت نمیمونه. زانوام زوغ میکرد. ولی پیش خودم گفتم این گلا تا شب حتما فروخته میشه که امیرخان بهم غذا بده. همینجوری داشتم به شهر نگاه میکردم. پیش خودم گفتم وای خوش به حالشون، با مامان باباشون میان تو شهر، چه کیفی میده. آقا دمشون گرم. خدا وکیلی کاشکم منم یه مامانی، یه بابایی، یه خونه‌ای، یه ماشینی داشتم. بیخیال، بیاین بریم گلامو بفروشم. همینجوری داشتم فکر میکردم کجا وایسم گلامو بفروشم که یهو حسنو دیدم. حسن داداش زهرا، همونی که رفیق بچگیامون بود، با هم بازی میکردیم، خیلی کیف میداد. یادشه خیلی؟ چه تیپی، چه لباسی، چه کفشی، دمش گرم. این حسن خودمونا با این تیپش میتونه بیاد منو بخره. دویدم رفتم جلوش، گفتم داش حسن سلام. شما؟ داداش نشناختی؟ من، تو، زهرا، 3 تایی با هم بازی میکردیم. یه نگاه به تیپت بنداز، اصلا به من میخوری؟ داداش شوخی نکن،
کوچه عقاقیا، من و تو و زهرا، قایم باشک، گرگم به هوا. یادت رفته؟ برو از سر راهم کنار، نمیخوام ببینمت. داش حسن، داداش حسن، داش حسن، من فقط لباسام عوض شده، فقط لباسام عوض شده داداش. من داش رفتی؟ برو به سلامت. همه میرن، همه رفتن. داداش هستن. خدایا رفتا، خدا داداش حسن رفت. خدایا این چه زندگی ما داریم؟ این چه زندگیه برا ما ساختن؟ ما تاوان کدوم گناهو داریم پس میدیم؟ خدایا ما چی کار کردیم که نمیدونیم؟ حال کیو بد کردیم که حال خودمون همش بده؟ خدایا اینا برای یه دختر 12 ساله خیلی زیاده. خدایا خواهش میکنم این زندگی از 100 بار مردن برا ما بدتره. خسته شدم. مثل یک کودک بدخواب که بازیچه شده. خسته تر از آن که بگویم چه شده. متشکرم. خیلی ممنون، متشکرم سرکار خانم یاسمن حیدری و هیئت محترم داوران که باید نظرشون رو اعلام کنند. چون بانو بودن از خانم دکتر شروع میکنم. خانم دکتر بفرمایید. سلام، حال شما خوبه؟ از اجراتون ممنونم. که نکته که حالا در حوزه متن بخوام بگم، تا جایی که کد اصلی این که من یک کودک 12 ساله رو نداده بودید، اینقدر نسبت به متن اطمینان خاطر نداشتم که باید شاید من تغییر میکرد. اما اصولا کودکان کار کمتر حرف میزنن و کدهای بیشتری توی بیانشون دارن. خیلی موضوع گل و اینها جای کلمات هیجانی تر، احساساتی تر و مهمتر عامیانه تر فکر میکنم جای این خالی بود و وحدت موضوع به هم ریخت. یعنی یه جای اینقدر داستان طولانی شد و اون بعضی از کلمات باعث میشد که به هر حال از حوصله مخاطب خارج بشه. کاملا درسته، چون متن رو خودم نوشته بودم، نویسنده متن، کلیپ ساز، همه چیز خودم بودم. شاید ببینید وقتی میخواد یک دغدغه اجتماعی و یک آسیب اجتماعی رو توی قالب متن به صورت اعتراضی یا حتی به صورت درد یا حتی به صورت دغدغه بیان کنید، جای این صحبت ها اینقدر کلمات مستقیم و صراحتاً نمیخواد و میتونست از کدها و کلمات قشنگتری استفاده بشه. امیدوارم که موفق باشید. خیلی ممنون، متشکرم خانم دکتر. بهای سعید آقای حسن باشید خانم، خیلی خوش آمدید. شبتون بخیر. عرض شود خدمتتون که ما در اجرای قبلی از شما یک صدایی شنیدیم که یک صدای لطیف و احساسی و قصه گو مانند بود. خب اگر توی این اجرا از نقطه طلایی و درست صدا استفاده کرده بودید، مثلا واقعا بعضیا کنترل نداشت، یعنی اون صدای اینقدر بلند میشد یا یعنی نمیشد کامل کنترل بشه، استرس داشتید، کاملا مشخص بود. اگر قرار به بازی هست و یک نمایشی رو ما داشتیم، یک روایتی رو داشتیم میگفتیم، نیاز داشت به یه مقدار که با یه نفر که تخصص داره حتما مشورت میکردید. شما حرکتی نداشتید در صحنه، ریتمتون یه مقداری مشکل داشت و یه بلا تکلیفی بین اجرای خودتون و اون موسیقیه بود. خب یعنی اون داشت، اون کلیپ موسیقی داشت کاری رو انجام میداد و خودتون یه کاری. آره این بود که واقعا از کار قبلی
خیلی فاصله گرفته بود. من آرزوی موفقیت براتون دارم. مرسی. خیلی ممنون، متشکرم جناب آقای تامهری. آقای سلیمی. گل خریدم تا آرزو کنم معبر دهان خیابان کودکان کار کرمان. آرزوی موفق میکنم براتون. متشکرم. خسته نباشید خانم حیدری. سلامت باشین. کاش نمایشش نمیکردی. اینقدر بیان خوبی داری، بیان خیلی دلی، همونجوری که آقای تامری گفتن. کاش یه ذره اون نمیرفت تو اون بادی نمایش، روایت میکرد اگه آره آفرین آقای بکی. اگه اون اتفاق افتاده بود قطعا اجرای خوبی بود. من مطمئنم شما یه گوینده خیلی خوب میشی به خاطر بیان زیبایی که داره، به خاطر من به شما داداش صحبت کنه بعدش. ما اجرای قبلی رو خیلی بیشتر دوست داشتیم الان. صادقانه. آره صادق. ببین خودت بودی، راحت تر بودی. الان ایست رو سنت دوست نداشتیم، خب حرکت نداشتی، ریتمت کن بود، تماشاچی خسته میشد. بعد یه جای نمایش هی گفتی داداش رفت، داداشم رفت، حسن رفت، داداش رفت. تو بدونم دوست نداره داداش بره و بیا. مجید خب بغل باشه داداشم. چون این جمله داداش رفت خیلی تکرار کردی، یعنی من شمردم 6-7 بار تکرار کردی. من گفتم این یادش رفته و منتظر اون دیالوگ یادش بیاد. حالا نمیدونم همینه یا نه، ولی که من به یاورش رای میدم. منم رای میدم. یک رای سفید و قطعا راتو ادامه بده و مطمئناً موفق. و قطعا اگر کسی برای یه چیز دفاع غلط بکنه اونو خراب میکنه، اون موضوع رو، کودکان کار رو ضربه میزنه. دفاع درست در قالب هنر اگه هست باید درست باشه. بیاست. خیلی ممنون. متشکرم. ممنون لطف کردید. بسیار سپاسگزارم خانم حیدری. خیلی ممنون. خب شروع برنامه رو داشتیم و بریم ببینیم که در ادامه چه اتفاق میفته. یه ذره بخندید و برگرد. بفرمایید. شما به جرم خوندن اینجایی. آخرین چیزی که خوندی چی بوده؟ آخرین چیز آقای بازجو، آخرین چیزی که من خوندم پشت در اتاق نوشته بود به سمت اتاق بازجویی. منظورم خوندن نیست. منظورم اینه که چه آهنگی خوندید؟ مگه شما خواننده نیستی؟ منو خواننده، اصلا ما خواننده آقای بازجو. چه گفیه مثلا هر کی آمار به شما رسیده اشتباه به شما رسونده. ما اصلا خواننده نیستیم. آقای بازجو ما یه بار رفته تست صدا بده بره خوانندگی. استاد بهم گفت شما خوانندگی خو هیچی، اصلا زیاد حرف نزن، اصلا با خودت حرف نزن. یه سوسماز کوچولو اصلا آقای بازجو من موقع از همین تیری بود. از خانواده‌های محترم خواهش کنم یکم با بچه‌هاشو بهتر رفتار، مهربون تر باشن، با بچه‌هاشو صحبت کنن. خواهش میکنم کشور ما دیگه ظرفیت این همه خواننده را نداره. چرا نمیفهمه؟ نداره. ایزی تمام. آقا بعضی الان جدیدن بعضی خواننده ها از ایران مهاجرت میکنن برن جای دیگه، برن کشورهای خارج. آفرین. اینا تو کشور خودوکه بودن که این همش نقطتشون. حالا رفتن اون یعنی شما دوتا تا حالا هیچ آلبومی بیرون ندادی؟ چرا؟ من آلبوم بچگی ما دادم در خیلی پرطرفدار بود. من رفتم پیرواده و هیچ عکساتی گرفتن. آقای بازجو ما اصلا حقوق سالیانه داریم که آلبوم جدید بیرون ندیم. ما اینقدر صدامون خوبه که حق و سکوت به ما پرداخت میکنه. آقای بازجو آقا حالا ببینید من همیشه شفاف بودم. من همیشه شفاف بودم. دمت گرم. من این چند رو بیشتر با بابام درگیر شدم، یه بحثایی داشتم که اگه انشالله هیچ مشکلی پیش نیاد پس فردا آلبوم جدیدو میتونی از سایت های معتبر موسیقی دنیا گوش بدی. آفرین. درسته شما با خواننده های زیرزمینی و خاص ارتباط دارید؟ کی گفته به شما؟ کی گفته؟ خیلی برای ما جالبه. آقای بازجو من یه بار فقط به یاس زنگ زدم، گفتم الو، گفت چی بگم برات؟ توقع داری چی از جیبم درات؟
فهمیدم که جیبش خالیه و ورشکست کرده و هیچی پول نداره. منم چون آدم بره در قدم پول کی بودم کل آقای واجباش قطع رابطه کرد. آقا من یه بار زنگ تتل زدم. تتل خودون؟ زنگ تتل خود زنگ زدم. آقا گوشی را که برداشت گفت بند تاپت شل شده افتاده رو بازو. آخ خیلی رو گوه یا گفایی آخه آدم اهمیت اخلاقی نداره. آقا سر گوشی رو خطرم بلا کلی بهتری کار کردی بهتری کار کردی. چرا اسم شما در ردیف خواننده های روی سایت های مختلف خورده؟ ببینه آقای لطف دوستان دمشون گرم، ما واقعا از همینجا پشت همین تریبون شهرمنده یکیشون هستیم. ما ممنونم ازش. ببینید با این وضعیتی که تو کشور ما به وجود اومده آقای بازجو، فکر میکنم تا چند سال آینده تعداد خواننده ها بیشتر شنونده ها میشه و تو سایت های معتبر بردن باید اسم شنونده های جدید رو بزنن. ما فکر کنم اسم تو شنونده های جدید بوده، شما باید برداشت کردید. این هاشم که جواب منو نمیده. مدام حاشیه میره. آقای باشه. بله آقا. گزارش شده شما اشعار برخی خواننده ها رو سرودید، درسته؟ تو اشعار سرودی؟ چرا به هم میره من نگفتی اشعار سرودی؟ حالا ببینید من باید از صحنه آقا بفهمم. حالا ببینید من بعضی وقتا شعر میگم یه نه در اون حد. بچه‌ها شعر و ور گفتم برای شما. ببینید من کار سختی هم نیست. درسته. ولی اگه شما میگی درآمدش خوبه، شما میگی من این کارو انجام میدم، من قانونی کنترات بردارم. خوبه. منم رو یکم بشه داخل خودت بیدو. ولی ببین من یه چیز کشف کردم. اگر رو؟ ترانه‌سراهای ایرانی خب کلمه بمون بیا نرو بله برو رو بگیری، موسیقی پاپ ایران فلج میشه. یعنی یه ترانه سرا خیلی خلاقیت خرج بدن، به جای مثلا ای دوست نرو بگن ای دوست مرو رو بکنم مرو. چقدر قشنگ استاد، واقعا من دارم شما استفاده وضع بکنم. پوششتون به خوانندگان غربی نزدیک شده. چطور؟ و این نشون از همکاری با اونهاست، درسته؟ آقای چی گفیه شما بزنید؟ من واقعا دارم با حرفای شما شک میکنم. من نمیدونم این گفا رو کی به شما زده. آقای بازجو، من جورابمو سالی یک بار بیشتر نمیشورم. بله سالی یک بار که وقتی گم شد از بوش میتونم پیداش کنم. این مود میفهمه؟ و برای کل وقت ما بشه لباس پوشش شما بشه غربی. چی گفیه شما؟ من از مود میدونی چی میفهمم؟ میدونی ازت چرا هویج رنگش نارنجیه؟ چرا برادر؟ چرا؟ چون نارنجی بهش میاد. چرا خیار سبزه؟ چرا؟ چون نارنجی بهش نمیاد. بابا روانی شدم، بابا خستم بسنیه. جالبه. بابا خیلی خستم، ولم کنم. بذار من الان پیچیری دماغش کنم. دارم از دست شما دیوونه میشم. چرخابی بیا اینا رو ببر بدون حکم اعدام کن. چرخابی بیا بده. مسئولیتش هم با من. مسئولیتش با آقا. بیا ما رو ببر. نمیشه با تیر ما رو خلاص که من اعدام کنم. من تیر بزنی واسه پیشینی. ولی منو با تناب دار بکشید بالا. نه من تیر زج بکشم. بابا بده هندیات قرمزی به چرخابی بیا. بذار من زج بکشم. این گفته وقتی که قنچه بودم فهمیدم تا لب بخنده با نکنی گل نمیشوی. خوشحالم که گل لبخند رو لبای شما نشسته و آماده و مهیا هستید تا مرحله دیده شو رو با هم دیگه ادامه بدیم در برنامه یک یزد. بریم سراغ شرکت کننده بعدی و باشون آشنا بشیم، ببینیم که توی این مرحله دوم و توی این شب آخری چه میکنن. بفرمایید. برهی دیدم برگ خزان پژمرده ز بیداد زمان که از شاخ جدا بود، چو ز گلشن رو کرده نهان در ره گذرش باد خزان چون پیک بلا بود. ای برگ ستم دیده پاییزی
آخر تو ز گلشن ز چه بگریزی. روزی تو هم آغوش گلی بودی، دل داده و مدهوش گلی بودی. ای عاشق شیدا دل داده ی رسوا، گویمت چرا فسردم در گل نه وفایی باشد نه صفایی، جز ستم ز وی نبردم. تیر غمش در دل بنشاندم، در ره او من جان بفشاندم، تا شد نو گل گلشن و زیب چمن. رفت آن گل من از دست، با خار و خسی پیوست. من ماندم و صد بار ستم بین پیکر بی جان. ای تازه گل گلشن پژمرده شوی چون من، هر برگ تو افتد برهی پژمرده و لرزان. خیلی ممنون، متشکرم در آقای سید علی امیر فخرالدین. و ببینیم که هیئت داوران چه میگویند. آقای تامهری شما شروع کنید. اگه اجازه بدید دوستان شروع کنن، من در نهایت نظرم. خانم بسیار. خانم دکتر. سلام. من یه ناهماهنگی حالا بود که خودتونم متوجه شدید. صدای خیلی امروز صدای شما بیشتر شنیده میشد. من به این میتونم بگم نقطه مثبت کار بود که قدرت صدای خودتون نشون داد، اما خیلی از جاها این ناهماهنگی موسیقی یه جهت خود اومدید شروع کنید اما هنوز موسیقی ادامه داشت و چون مرحله دومه نمیتونم اجرایی رو در نظر بگیرم. خیلی ممنون، متشکرم. خانم دکتر. آقای من همینجا یک کتاب معرفی میکنم به همه دوستانی که علاقه‌مندن به بازیگری، به خوانندگی و بیان. آموزش خوانندگی و بیان نوشته ی لارا هندرسون یا هندرسون. هر کس دوست داره این کتاب رو بره بگیره بخونه. شما استرس داشتین به نظرم و یکی دو جام هی نگاه میکردین. اینا جالب نیست در اجرا، ولی خب صداتون بسیار خوبه و من رأی نمیدم. خیلی ممنونم، متشکرم. آقای تامهری. خواهش میکنم. خیلی خوش آمدید. بچه ها شما خودتون قطعا خیلی بهتر میدونید که تنظیم یعنی چه در یک قطعه موسیقی، و این یه مقدار اتفاقهایی که افتاد و خودتون هم دیدید، این ناهماهنگی یه مقداری آسیب میزنه. صدای بسیار خوبی داری، بارها در موردش حرف زدیم. استرس دوباره غالب شد یه مقداری و واقعا افسوس خوردم و متاسف شدم. خراب شد، چند جایی خراب شد و چون مرحله دوم هست به قول آقای سلیمی و سرکار خانم دکتر، متاسفم، واقعا متاسفم. خیلی ممنون، متشکرم. سید جان خسته نباشی. حیفه واقعا. چرا؟ واقعا حیفه. صدا به این خوبی نمیدونم. خود علاقه داری واقعا بهش یا نه؟ واقعا تمرین تلاش یعنی کمه، تمرینه. چقدر تمرین کردی رو این کار؟ والا ما حقیقت رو این کار زیاد نرسیدیم. چرا؟ مرحله دوم از مرحله اول سید حیفه. تو که وقتی صداشو داری، پتانسیلشو داری، حیفه. میدونی این برنامه که تموم میشه، بالاخره این برنامه تموم میشه. قبل از شما استاد راغب خیلی دوام کردن. تحریرهای خوشگلی که داری تمرین نکردی بعضی جا حتی مثلا جلو خودشون هم وقتایی مثلا استرس میگم تو بخ میزنم، خیلی چیزی میگفتن. این شما دیگه سعی کردم خدا کنترل کنم دیگه نشد. خب اون ناهماهنگی خب بین
متوجه شدی دیگه چند بله جایی؟ آره بله. میگم ما کلا برای حیفه الان واقعا. اینجا که وایساده ما کلا 2 بار اینا تمرین در 2 تا 1 ساعت. فکر میکنم خیلی تو کم. اینجا اومدی تمرینم کردی. من اون پشت بودم داشتم صدا تو گوش میدم، خیلی خوب بودی. سانچکت خیلی خوب بود. حالا من نمیدونم چرا این اتفاق افتید، ولی من به شخص اعتقاد دوست دارم و مطمئنم آینده ای خیلی خوبی داری. فوق‌العاده ببین من واقعا تجربه خوانندگی ندارم، واقعا اصلا سر در نمیارم آقای طاهری، واقعا اصلا، ولی من حس میکنم آینده خیلی خوبی داره. درسته؟ خیلی صداش خوبه. خیلی صدات خوبه. حیفه من بدون هیچ سازی بخونم. بدون هیچ سازی بخون. ببخشید اینم که تصنیف. بله من لذت ببرم. تا بهار دلنشین آمده سوی چمن، ای بهار آرزو بر سرم سایه فکن، چون نسیم نوبهار بر آشیانم کن گذر، تا که گل باران شود کلبه ویران من، تا که گل باران شود کلبه ویران من، بازا ببین در حیرتم بشکن سکوت خلوتم، بازا ببین در حیرتم بشکن سکوت خلوتم، چون لاله تنها ببین بر چهره داغ حسرتم، ای روی تو آینه ام مهرت غم دیرینه ام، بازا چو گل در این بهار سر را بنه بر سینه ام، سر را بنه بر سینه ام. حیفه واقعا حیفه. حبس شدن تو حیفه. من این رأی بهتون دادم به آقای راغب بگید بیشتر دعوتون کنم. فقط به این دلیل. سید میدونی چرا؟ یه چیز بهت بگم، بازیگری هم همینجوره، تو کار بازیگری هم همینجوره. من احساس میکنم رو صدات مسلط نیستی. باز کن صداش. الانشم که من خوندم پام داشت ملرزید. چرا؟ یعنی باورتم از اجرا قبل این کار لعنت گفته سخته، خب مشکل نداره، حالا این مسابقه که تموم شد، ولی من با همین کار لعنت تا بدون موزیک من فیلمشو براتون میگیرم میفرستم ببینید. متاسفانه ما باید هم چیزی که اینجا میبینیم قضاوت کنیم. آره میدونی دوستان خیلی مهارتاشون حیفه. اون اجرای اوله. ببینید من الان کلا با اون دفعه اولین دومی بارمه واقعا خیلی تجربه خوبی شد برام و من نتیجه گرفتم که باید برم تو جمع، یعنی دوست و آشنا استاد. کنترل استرس یه مسئله است. واقعا حیف حسب تو واقعا. با این صدا با ان شاءالله هر جا هستی موفق باشی. خیلی انگیزه انشالله قطعا هم همینطوره. عرصه یک یزد و مرحله دیده شو فضایی است که بالاخره آدم ها میان تا خودشون رو محک بزنن و توی قالب اجرا قرار بگیرن. این خیلی مهمه. هنوز هیچی تغییر نکرده، هیچی هم از دست نرفته. باید ببینیم تا پایان کار چه اتفاق بیفته. ممنون که شما ما رو همراهی میکنید. بفرمایید. تعداد آدمایی داشتیم، شرکت کننده هایی داشتیم که همشون دفعه اولشون بوده روی این صحنه حاضر شدن و خودشون رو به معرض دید هم داورا هم مردم گذاشتن و این خودش نقطه مثبته. یعنی اگه هیچ دیگه هم نداشته باشه این برنامه،
ما یه عده آدم داریم که اومدن و نشون دادن هنرشون رو و آنچه که داشتن رو عرضه داشتن به همه عزیزانی که ما رو همراهی میکنن. بریم سراغ شرکت کننده بعدی، باشون آشنا بشیم. بفرمایید. شب آرام میروم در ایوان تا بپرسم از خود زندگی یعنی چه؟ مادرم سینی چایی در دست گل لبخندی چید، هدیه‌اش داد به من. خواهرم تکنانی آورد، آمد آنجا لب پاشویه نشست. پدرم دفتر شعری آورد، تکیه بر پشتی داد، شعر زیبایی خواند و مرا برد به آرامش زیبای یقین. با خودم میگفتم زندگی یعنی چه؟ زندگی راز بزرگی است که در ما جاری است. زندگی درک همکنون است. زندگی شوق رسیدن به همان فردایی است که نخواهد آمد. تو نه در دیروزی و نه در فردایی. شاید این خنده که امروز دریغش کردی آخرین فرصت همراهی با امید است. زندگی خاطره آمدن و رفتن ماست. لحظه آمدن و رفتن ما تنهایی است. من دلم میخواهد قدر این خاطره را دریابیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به روی ماهتون. امیدوارم حال دلتون خوب و ایام به کامتون باشه. الهی در پناه گل نرگس همیشه تندرست باشید. میخوام یکم از خوشبختی براتون بگم. کلمه‌ای که بارها تو زندگیمون شنیدیم ولی شاید درک درستی از معنیش نداشته باشیم. چرا که هر کدوم از ما خوشبختی رو توی یه چیزی میبینیم، ولی خوشبختی به معنی واقعی یعنی این که باور داشته باشیم هر چی که داریم از رحمت خداست و هر چی نداریم از حکمت اوست. خوشبختی رسیدن به خواسته ها نیست، بلکه لذت بردن از داشته هاست. توی روزهای سخت خوشبختی یعنی این که ببینیم مردم کشور سلامتن و در آسایش و آرامش زندگی میکنن. قطعا هممون توی این روزها به یک نتیجه مشترک رسیدیم که هیچ چیز با ارزشتر از سلامتی آدم نیست. پس بیاین زخم‌های دلمون رو فقط به خدا بسپاریم که خودش بهترین مرهم رو دلمون میذاره و باور داشته باشیم که اندازه مشکلاتمون از قدرت خداوند خیلی کوچکترن. باور داشته باشیم آروم آروم همه چیز خوب میشه. من مهیا بهبویه برای یکایک شما عزیزان آرزوی داشتن خوشبختی واقعی رو دارم در پناه حق. آفرین مهیا خانم. خب مهیا خانم و اجرایی که داشتن و هیئت داوران. بفرمایید. آره من این نکته رو بگم، دور قبل طنز بودا اگه یادتون باشه، استنداپ اجرا کرد، الان اجرا کرد. بله. فردا بارونی روستا تر میشه نه؟ بله. خب رد پاهای تو هم ابری تر میشه. ولی کلا آفرین چه دختر نازنین و چه اجرای موفق و خوشگل. من خوشم اومد از نداشتن استرس و پرتو شرم اومدن توی بروز رأی سفید اول و مهیا خانم گرفتن. بریم سراغ مهیا خانم. خیلی خوشوقتم، خیلی خوشحالم، خوش اومدی. خیلی مسلط و بدون استرس و من دوست داشتم اجراش رو. نظرم مثبت.
نظر مثبت دومی رای سفید. شما خانم دکتر. بزرگواران در حوزه اجرا و تسلطش نسبت به اجرا صحبت کردن، اما در متن اون چیزی که من همیشه میگم و میتونست حوزه تخصصی شما متنی رو انتخاب بکنه که وقتی میخوای با خدا حرف بزنی با خوشبختی، یک کودکی، یک دختر خانومی تو سن تو میتونه اینقدر قشنگتر با خدا حرف بزنه و میتونست اگر الان یک کار خوبه میتونست با یک متنی که یه خورده صمیمیتر عامیانه تر بود و به اون تسلط و اعتماد به نفس تو اگه اضافه میشد اون موقع یک کار عالی بود و من برات آرزوی موفقیت دارم و امیدوارم که از متن‌هایی بیشتر استفاده کنی که حرف دل خودت باشه، بتونی یه ادبیات خودت باشه، اون چیزی که به دل خودت میفته رو اگه بگی خیلی جذابتر و زیباتر میشه. خیلی ممنون، متشکرم از سرکار خانم دکتر شریفی. اما محیا جان اجرای قبلت به نظر من خیلی دوست داشت، اینم خوب بود، اون خیلی خشترک بود برای ما، خب راحت تر بودی. اینجا فکر میکنم خیلی استرس داشتی، یکی دو توپخ که زدی باید رد میشدی، خب نه با توش وای میسدی. همیشه میگیم دیگه تو اجرا، آره چه بازیگری چه اجرا. آره دقیقا. فردا بارونی جمعش کنی. فردا بارونی روستا تر میشه، رد پای تو هم ترتر میشه، قشنگ‌تر میشه. بهتر بفرمایید. آرزوی موفقیت میکنم محیا جان. محیا شروع خیلی خوب بود، عالی، اومدی تا اون توپقه رو زدی. رسیدیم به گل نرگس. رسیدی به گل نرگس. شروع رو خیلی خوب اومدی هم. شروع خیلی خوب، یعنی من اومدم بهش بگم که بیاد رأیو بدیم که اون توپقه رو زدی و تو مرحله دومه، حالا اجازه میدن یک کوچولو راهنمایی بکنم برای کسای دیگه. مثلا رسیدیم به اینجا که گل نر وای وی خراب آدم خلاق اینه که میگه گل نرگس اشاره داره به مادر امام زمان دیگه و اینا دیگه، درسته؟ گل نرگس. اینجا که میرسم گیر میکنم، این میشد خلاقیت. از اون خطای خودت در جهت کار استفاده میکردی، میگفتی گل نرگس. آفرین. گل نرگس. اینجای متن که میرسم گیر میکنم. اصلا آقای مهندس ما داریم بین مجری هایی که سابقه خیلی بالایی هم دارن همین توپقا هست، ولی خب مهم همون آوردنش تو زمینه اجرا و هنر استفادهشه که خیلی که بگم قطعاً آقای سلیمی یکی از مجری موفق میشه اگر تو اجرا یه استنداپ خیلی ریزمی اومدی، چون پتانسیلشو داری. کفشاتو چند خریدی؟ آقا چه سوالیه؟ والا نمیدونه خودش هم نمیدونه، براش میخرم. معیای عزیز، اگه تو بحث استنداپ تو شیرین هستی، بیانتم شیرینه، اگه تو بحث استنداپ موفق تره. نه تو بید من بین اولی به نظر من بیادم من با رأیت خیلی موافق نیستم با نظرت. نه به من بگم بگیری، ولی به نظر من باید اجرا رو داشته باشه، تهمایه استنداپ هم داشته باشه. یه مجری باید استنداپ هم داشته باشه. یه مجری که مثلا میگم بین علما اختلاف افتاد. ببینید آره به هر حال خیلی خوبه. درست آقای وکیلی شما که تو اجرا به نوعی یک مجری باید به آچار فرانسه بوده. محمد علی وطنخواه گفت یه مداح باید آچار فرانسه باشه. دقیقاً یک مجری هم باید آچار فرانسه باشه، یعنی زمانی که آیتم هم نایما خودش بشه آیتم. حالا خیلی ممنونم، اشکال نداره. محیا خانم با 2 چراغ سفید بریم ببینیم که در پایان چه اتفاق میفته. فعلا شانسا برابره، بریم و بیایم. سعی کن همیشه خوب باشی، معلوم نیست شاید تو باشی. یکی از تو باشی، یکی از تو باشی. هنر داری رو بکن، همه رو زیر و رو کن. در شهر جهانی از به پاک جانمونی، همراه هاشم باشم شو، تو برنامه دیده شو. همراه هاشم باشم شو، تو برنامه دیده شو. یه شرکت کننده دیگه هنوز داریم که قرار رو صحنه یک یزد حاضر بشن و مرحله دیده شو رو باهاشون ادامه بدیم. بریم باهاشون آشنا بشیم، ببینیم
ایشون چی کار میکنن؟ بفرمایید. بعدی نیستم. من اومدم بگم که یه مشکل فنی پیش اومد توی اجرای ما و اینکه شرکت کننده بعدی که میخوام بیان روی صحنه این مشکل فنیشون حل بشه، اونم مشکل صداست. دوستان صدا بردار ما تلاش خودشون رو میکنن تا این اتفاق رفع بشه. رفع شد به همین سادگی. بریم و بیایم. بفرمایید. به نام حضرت دوست که هرچه هست از اوست و به شکر وجود زیجود که قلب تپنده همه دوستی هاست. دوستان، یاران، سلام. سلامم به گرمای دستت ای دوست. دلم لحظه ای با دلت روبروست. بگو عاشقی تا سلامت کنم، تمام دلم را یک جا به نامت کنم. سلام. آیا تا به حال به صفات خدای تعالی فکر کردیم؟ خدایی که مهربونه، خدایی که میبخشه، خدایی که گذشت داره و خدایی که ستارالعیوبه، پوشاننده عیب هاست. و چقدر خوبه که ما آدم ها صفتهای خدایی داشته باشیم. یکی از اون صفتها گذشت و چشم پوشیه. دو دوست با پای پیاده از یه جاده تو بیابون میگذشتن. اون دو توی نیمه های راه بر سر موضوعی دچار اختلاف نظر میشن. یکی از اونا از سر خشم به چهره دوستش سیلی زد. اون دوستی که سیلی خورد بسیار دلازرده و ناراحت شد، ولی بدون اینکه چیزی بگه رو شنهای صحرا نوشت امروز بهترین دوست من به چهرم سیلی زد. اون دو به راهشون ادامه دادن تا اینکه تو وسط بیابون به یه آبادی کوچیک رسیدن. تصمیم گرفتن همونجا بمونن و تو برکه آبتنی کنن. اون دوستی که سیلی خورده بود پاش لیز خورد و نزدیک بود غرق بشه، اما دوستش به کمکش اومد و نجاتش داد. بعد از اینکه از غرق شدن نجات پیدا کرد به دوستش گفت امروز بهترین دوستم جان مرا نجات داد. آنها دوستان خیلی خوبی بودن. درسته گذشت خیلی خوبه، اون دوتا دوستای بسیار خوبی بودن. آره الان اگه بخوایم توی آدما دنبال گذشت و چشم پوشی باشیم، شاید نزدیکترین آدما اعضای خانواده باشن و در صدر مادرمون که اونم صفتهای خدایی داره، اونم مهربونه، اونم میبخشه، اونم گذشت میکنه و اونم چشماشو گاهی اوقات روی هم میذاره. درسته که چند روزی از ولادت حضرت زهرا و روز مادر فاصله گرفتیم، اما به نظر من هر روز روز مادر است. مادرایی که سرسخت‌ترین کارهای دنیا رو انجام میدن و در قبالش هیچ دستمزدی دریافت نمی‌کنن. یه سوالی پیش میاد، واقعا ما چه کارهایی برای مادرمون کردیم؟ مادرها چه توقعاتی از ما دارن؟ جز محبت، جز عشق، جز احترام، چیز دیگه ای از ما میخوان؟ ولی ما متاسفانه فرزندان خوبی نیستیم. اونا مهربونن، ماها نامهربونیم. اونا میبخشن اما ماها نمیبخشیم. اونا دعا میکنن اما ما عین خیالمون نیست و
حتی یه تشکر ساده ازش نمی‌کنه. اونا جوونیشونو پای بزرگ شدن ما میذارن، اما ما حاضر نیستیم جوونیمونو پای پیری اونا بگذاریم. اونا گذشت میکنن، اما ما گذشتی تو کارمون نیست. حالا این سوال پیش میاد که عفو و گذشت چه فایده ای داره؟ اصلا من باید چرا بگذرم؟ چرا باید در برابر خطای دیگران گذشت کنم؟ عفو و گذشت از خطای دیگران نه تنها مؤثرترین عامل برای ترویج مهربانی بین مردم و جامعه هست، بلکه تمام منافع گذشت به خودت میرسه و مطمئن باش آرامش و لذت گذشت از انتقام بیشتره، چرا که بهترین جبران کننده خداست. و به این جمله اعتقاد داشته باشید: بخشیدن دیگران دلیل ضعیف بودن شما نیست. شما اونقدر قوی هستید که میدونید ممکنه آدم‌ها اشتباه بکنن. مرداب برود گفت: چه کردی که زلالی؟ جواب داد: گذشت. و در آخر دعا کنیم برای خودمون که خدا اونقدر بهمون توان بده که بتونیم ببخشیم، بتونیم گذشت داشته باشیم. و دعا کنیم برای مادر پدرهایی که هستند، خدا سایه‌شون رو بالای سر ما نگه داره. و آرزوی آمرزش کنیم برای پدر مادرهایی که از دار دنیا رفتند. لبتان پرخنده، قلبتان از مهر آکنده، هر روزتان فرخنده و دولتتان پاینده باد. خدا نگهدار. یا علی مدد. متشکرم سرکار خانم مهینی. قبل از اینکه بریم سراغ هیئت داوران، من یه نکته رو بگم، البته نکته آموزشی نسبت برای دوستان مجریمون میگم و استفاده از متونی که خانم مهینی داشتن. بزرگواران، هر مجری که اجرا میکنه، بعضی از مطالبی که میبینید توی اجرای بعضی از مجریها مطالبی است که مهر اون مجری خورده. یک اشتباه بسیار فاحشه، حالا بین مجری دیگه نوآموزمون هم داشتیم ما این مشکل. من این مشکل رو کلیت میگم چون رفقای مجریمون از استانهای دیگه هم دارن ما رو تماشا میکنن، کلیت میگم. این متن شروع سرکار خانم که اجرا کردن که بگو عاشقی تا سلامت کنم تمام دلم را، یک جا نداره به نامت کنم. جناب آقای مرتضی ایمانی نازنین که دورش بگردم، از رفقای بسیار خوب بنده و از پیشکسوتان عرصه اجرای استیجه، این یک جا رو ایشون آوردن توی این متن و متاسفانه مجریای ما دقیقاً از همین متن استفاده میکنن و این یک جا توی فصل اصلی این شعر وجود ندارد و خواهش میکنم که رفقای مجری من توجه اینو داشته باشن، اگر که از کلام مجری ها استفاده کنن به متون اصلی هم رجوع بفرمایید. خیلی ممنون، متشکرم. هیئت محترم داوران. سلام. سلام. من از فرمت متن بخوام صحبت کنم، حالا از نکته که آقای وکیل محبت کردن گفتم و این یک نکته خیلی حالا مهم بود، خودم هم حداقل یاد گرفتم این رو اول. بعد اینکه به هر حال چینش کلماتتون خوب بود و مقایسه داستان و فرمت اون داستان. من از نظر متن میتونم بگم با توجه به متن‌هایی که اینجا دیدم از چند جا برداشت شده بود، اما حداقل نقطه قوتش میشه گفت که میکس خوبی داشت. میکس خیلی خوبی داشت و همین باعث میشه یه وحدت خیلی خوب به متن بده و من رایم. متشکرم. بسیار عالی رأی سفیدم و بگیریم آقای طامحی. خانم مهینی عزیز سلام، شبتون بخیر. مسلط بود، صدای خیلی خوبی دارید نسبت به سنتون و خیلی احساس توی کارشون موج میزد و درست کلمات رو ادا میکردن، حق کلمات رو درست ادا میکردن. من نظرم مثبت. بسیار عالی رأی سفید بعدی هم کسب کردن آقای مهندس سلیمی. سر دل نه به دار است و نه به بار است، سر به چاه و دل به بازار است. تطلق باری کلا.
ستا رأی سفید خوب پیش رفتیم. سر دل کردم سر دل کردم سر دل اون به بعد خاطر سوسیس هاست. بیاری چای نبات را چای نبات رو بفرمایید. خانم معینی عزیز سلام. سلام خسته سلام. نباشه من فکر میکردم یعنی یه جایی رو فکر میکنم بعضی از دیالوگات خورده میشد. خب یه جای بعضی از دیالوگات خورده میشد. حالا ما چون کار مثلا بازیگری کردیم و بیانی خود برامون خیلی مهمه، احساسم این بود که یه جایی خورده میشه، ولی بیان بسیار خوبی داشتی ولی خورده. بفرم چرا خورده میشه؟ اینم دهنش خوش میشد از استرس. اون برمیگرده به مدیریت تنفس بله. که یک چیز بسیار مهمه که ولی آره مدیریت کرد، ولی که من فکرم تلف تو دهنشه، اول فکرم بده تلف نه، ولی اجرای بسیار خوبی داشتی و اگر اونو هم برطرف کنی عالی میشه. اگر اونو رو برطرف کنی قطعا اجرای بی‌نقصی میشه. بعد روزی موفقیت وارد موفقیت میکنم برات. خیلی ممنونم، متشکرم. 3 تا رأی سفید، نتیجه قابل قبولی است. بریم ببینیم که در ادامه و شور هیئت محترم داوران چه اتفاق میفته. بفرمایید یه قسمت ببینید، بخندیدم چی سرحال شید، برگردید کنار ما قرار بگیرید. ممنونم. یالا چه سر صدا میکنی؟ بله دکترا خب محرمه این قمرمه که میشه بغلشو کرده ما چشو نه بابا نمیدونستم چرا زودتر نگفتی؟ محرمه رفتم دکتر قدم بغلش. سلام علیکم، خسته نباشید. ارادت خسته ماشاءالله خوش شو. خسته نباشید. باریکلا برای زیبایی مردم، برای زیبایی دمتون گرم. خسته نباشید به شما همه همکاراتون به کادر درمان عزیز. دمتون گرم آقای دکتر. ماشاءالله شما ماشاءالله همه تاثیر دماغ مردمه. یعنی چه کار سختی؟ خیلی سخته، واقعا سخت. از بینی مردم رزق و روزی حلال در بیارید. باریکلا نوش جونه هر چی گیره دومی حقتونه. نوش جونتون. دمتون گرم. آقای دکتر عذر میخوام، من هر که منو میبینه میگه چه قشنگ محمد رضا گل زدی. البته از نزدیک نه، از فاصله 200 متری که واسه اصلا خود محمد رضا گل رو میبینی، اصلا خودشه. یعنی وقتی سایش که نمیبینی خب مونم بزنه. یعنی سایم 200 متری خود گل زاره. هر که دیده گفته ده یه ذره اصلاحات جزئی داره، نه نمیگم نداره. اگر اینا رو اوکی کنیم دیگه اصلا خود محمد رضا گل هر جا میره میتونم خودمو جا بزنم. باریکلا محمد رضا گل دار میخواد اینم ها میشه راهنمایی میکنه. بله زحمت شما. یه ذره عقب در وایسید من بله. چشم. نور رخ سر بالا. بله سر بالا. به نظر من تنها چیزی که توی قیافه ایراد نداره اعتماد به نفسه. نفسم یه ذره میگیره. خورم بکنه. خور بعد را چقدر خوب بفهم آقای دکتر مملکت. باریکلا آفرین. ماش تو ایران درس خونده شما؟ یه چیزی باید بین موت و بی سواد این دکتر باشه. باریکلا دمتون گرم. باریکلا راست میگه آقای دکتر. من حق به شما میدم. چند روز پیشتر سوار تاکسی بودم آقای دکتر، نفسم گرفت تو ماشین که نشستم. وسط اتوبان که نرسیدم نفسم گرفته بود. یه سرم از ماشین کردم بیرون، یک تا نفس بکشم یا پشت سرم ماشین پلیس گفت که آقای راننده دستتو بیرون نیار. موزری هستی خیلی فدا بوده. حالا بگم منم وضعم به بهتر تونی. چرا؟ صبحی از خواب بیدار شدم دیدم موم و تماس تصویری گرفته. فرق نداشته خب؟ به سگ ترسیدم. خیلی ترسیدم. بعد که دقت کردم دیدم دور بینه جلو گوشی من باز بوده. نگران نباشید نیست. هر نوع عمل زیبایی که خواسته باشید من براتون دمتون گرم. هر نوع میگم آقای دکتر ببخشید عذر میخوام. عمل هزینه عمل دماغم به صافکاری کلش. آقا دماغ صافکاری صورت چند؟ کنتراتی قیمت دماغم قیمت بره همه که میدادم. کنتراتون یا تکی پر دارم آدم پر دارم. دو تا حالا تکی بده. کنترات سر بالا من سر چپ راست حجمش زیر.
نزدیک به 35 میلیون بدون تزریق گفته باشم. اگر تزریق هم خواسته باشه 5 میلیون. او یعنی او مثل با خودو مثل با خودو نه؟ مثل با خودت تو باشه 35 تومن با مثل او شد 50 تومن. 50 تومن. چی خبره؟ مثل آشنا نه بریم اکتر چی خبره آقا؟ خیلی این قیمت خیلی سرسما بره. کف بازاره. ما به کجا داره میریم؟ به قهقرا به قهقرا. آقا بعضیا میاد طرف میاد صورتشو بینیش عمل میکنه، گونه میکنه، پوستش میکشه، این لبش تزریق میکنه، بعدش بده میاد از خودش عکس میگیره، استوری میکنه، زیر عکسش مینویسه خدایا منو ببین. اگه خدا تو را ببینه خود نمیشناسه. راست بگه آقا این کیه؟ این من آفریدم. این اونه؟ این کاری چرا تو کار خودم فوزولی نکنه تو کار خودم فوزولی نکنه. کامل حرف درسته بده، قبول دارم. آقای دکتر من از همینجا از همین پشت میز شما یه خواهشی از مسئولین دارم. بگو بگو. ما همین تعداد کمی موندیم که عمل بینی انجام ندیم. سه چهار نفری همه انجام دادم. میخوام یه خواهش بکنم از مسئولی، اگر میشه یه راهکاری یه روی کرده جدیدی بره ما 3-4 تا اوکی بکنم. یه هزینه ای که ما بتونیم با اون هزینه ای که اونا یا حداقل بیان جزء بیمه که ما بتونیم بدیم متوجه که ما حداقل بشیم با اونایی که هستن که در کرد عملشونو یکی بشیم. میگه همبستگی قشنگی تو کشور برسه. میگه همبستگی برسه. باریک سراسر کشور. سراسر کشور. میگم آقای دکتر واقعا من اجازه تشکر کنم شما به کادر محترمه در عمل بینی خود تو ایران مثل یه سنت داره دست به دست منتقل میشه. ما کلا سنتی کار میکنیم. و جوری شده و جوری داره نسل به نسل منتقل میشه. بله. که فکر کنم چند نسل بعد بچه‌ها با پانسمان بینی دنیا بیان. چطور میشه؟ خوبه. به جای عوض کردن بند ناف خب باید چسب رو دماغ بچه‌ها رو عوض کنن. خیلی خوبه. ببخشید باید دادن نمک داره. خیلی خوبه. باریکلا. آقای دکتر عوض بخوام خسته نباشید بگم به شما به کادر درمان دمتون میگم زحمت بکشید. عوض میخواستم من کسی غیر نیستی عمل تزریق لبم فهمیدم انجام بده درسته؟ عوض میخوام من لبم یه خزر درشه هر که میبینه به میگه چه لب درشت خوبی داری. خب میخوام درشتر بشه که همه بگم تو چشم باشه. میخوام تو چشم بشه. میخوام لبام درشتر بشه. ما تو هر سایز و اندازه‌ای که بخواد براتون تزریق قیمت هزینه‌اش برام مهمه. حداقل پایش 10 تومن. پایش 10 میلیون تومن؟ بله پایش. از شروع میشه از پای شروع میشه 10. دیوونه پول بدی اینا؟ چرا؟ به خودم برای طبیعی درستش بکنم. چطور؟ این کاری خود نداره. این دمپای ابری ننه برمه داره خیس میکنه. این میزنم یک حجمی میده. اینقدر زیبا میشه که همه میخوام بخورم. باریکلا این استعداد داشته من خبر نشتم. باریکلا برادر ولی میخوام جوری این دمپایه بزنی که طبیعی جلوه کنه. طبیعی باشه. بفهم من طبیعی میشه؟ میشه میخوام جوری بزنی که خوردنی طبیعی. برادر اصلا من خودم دوست داره طبیعتم. اصلا همه کارای من طبیعیه. برادر من از کجا ناراحت میشم؟ از کجا؟ از بعضیا که میان شعار میدن زباله تو دریا تو جنگل نریزه هوا را آلوده نکنه. آخه بابا بیا جلو این جراحی‌های پلاستیکی را بگیره. راست بگه. آخه فکر کرده وقتی اینا بمیرن چندین میلیون سال طول بکشه تا اینا تجزیه بشن. راست بگه برادر آقای دکتر. آقای دکتر شما خبر ندارید من چه وقت پیش کیش بودم برادر که تو نعیمه گفتم نعیمه کیش بودم یه دختر عمل کده و گونه لبا با همه جا کرات زیرا او را همه جاش عمل کده و عمل زیبایی رفت تو قایق افتید بسه در افتید تو آب گفت یه کوسه هی دورش میچرخید بره کوسه گفتن چرا نمخوریش گفت 1 هفته بیشتر یا تا عین همین خوردم 1 هفته دلپیچه هستم.
راست همش پلاستیک. پلاستیک همش سر پلاستیک. میده به رو کوسه گرفته بعد آقا دریا آقا نوشابنی بخوره بزنه بیره. آقا دمتون گرم حضره باشه هر چیزی طبیعیش خوبه طبیعیش خوبه. خودم مخواستم این رو بشم من هم بیام بالا خوب ببخشید میگم بعدش هم اگه عمل زیبایی واقعا اینو عمل زیبایی انجام بدن بینی عمل میکنه اینو چرا خودت تو بینی تو عمل نمیکنی ماشاءالله بینی خونی کورت چوغون داره میگم اگه بشه سرشو عمل کنید چی بهش میگن؟ دلفینی؟ چی بهش میگن؟ چی بهش میگن؟ خوکی میخوام خوکی بشه میام خدمتتون میخوام دستاتون رو بکنه تو بینیم خب شب آخر مرحله دوم و شرکت کننده هایی که پرونده مرحله دوم رو خواهند بست و نتیجه هایی که تا چند دقیقه دیگه از زبان هیئت محترم داوران شنیده میشه و ببینیم این بزرگوارانی که روی صحنه حاضر شدن و در مرحله دوم در شب پایانیش براتون برنامه اجرا کردن ماحصل و نتیجهش چی میشه. بریم یه صحبتی بکنیم با رفقای شرکت کنندمون. شروع کنیم از خوانندمون. بفرمایید. فکر کردی که نتیجه چی میشه؟ فکر میکنی شانس مجددی برات قائل شدن هیئت داوران یا نه؟ نمیدونی اصلا. استرس رو تجربه کردی با پوست و گوشت و استخونت روی صحنه تا آخرش. برای رفعش تلاش میکنی؟ همه سعی خودمون رو بکنم. حالا فکر کنم هنوز صحنه های مختلف باید تجربه کنی تا این استرس رفع شه. خیلی بسیار هم عالی. اگه احیانا اومدی مرحله بعد چه فکری برای مرحله بعد داری؟ 100% تمرین خیلی بیشتر خیلی بیشتر. بسیار خوب. ببینیم حالا چه اتفاق میفته. ممنونم ازت. خب مهیای کوچک، مهیا خانم بفرمایید. والا نمیتونم بگم ولی تنها چیزی که میتونم بگم اینه که خیلی خوشحالم که یه شب دیگر رو پیش شما عزیزان گذروندم. بسیار هم عالی مهیا خانم. فکر میکنی مرحله بعد میری؟ نمیدونم. حدس خودت مثلا از اجرایی که انجام فکر کنم برم. فکر میکنی بری؟ خب ببینیم که داورانم با شما هم نظرن. سرکار خانم مهیا سادات. بله سلام سلام مجدد خدمت همه شما عزیزان. من تلاشمو کردم و حالا یه رأی منفی هم البته یعنی نگرفتم رأی چه مثبت چه منفی ولی حالا هرچی خدا بخواد. من خیلی دوست دارم که روی همین صحنه بودم و تجربه کردم خیلی بله. قبلا تجربه اجرا داشتی؟ توی مدرسه من فقط انجام فقط مدرسه. بله فقط. بسیار هم اومدیم فتح الباب بشه برای ادامه مسیر. سرکار خانم بفرمایید. درود بر شما. خواهش میکنم. سلامت باشید. نظر تو چیه؟ نظرم مثبت. چرا باز کودکانه کار میتونستید که موضوعای دیگه ای رو انتخاب کنید؟ به خاطر اینکه از اول رسالت خودم رو باید انجام میدادم و هدفم فقط کودکانه کار بودن. یعنی شما اگه مرحله بعدی هم بیاید بازم کودکانه کار. بله، که همه رو باید میکشوندم سمت خودم که متوجه بشن واقعا موضوع مهمیه که الان امشب که بارون میومد وقتی داشتم میومدم اینجا فکر میکردم که خدای الان کودکایی که دارن کار میکنن چه حالی دارن. آره. و اینکه من دیگه خودم نتیجه رو میدونم دیگه با یه رأی کی رفته بالا که من بخوام برم بالا. ولی خب ممنونم از همه داورای محترم و بزرگوار. لطفشون رو انشالله که بتونیم جبران کنیم. تا همینجا هم واقعا من اولش که اصلا اومدم به مسئول برنامه که پیام دادم اصلا وسطای برنامه بود فکر می‌کردم که اصلا رام نمیدن بی خیال ولش کن. بعد دیگه یوهایی که اومدم دیدم شد مثل این که ولی خب به هر حال فقط و فقط به خاطر این بود که خودم محک بزنم و اینکه متشکرم. ممنونم.
خوشحالم که در کنار شما بزرگواران قرار گرفتم برای اولین بار. خیلی ممنون، متشکرم از شما، سپاسگزار. ببینیم که هیئت داوران چه میگویند. از چه کسی شروع کنیم؟ امشب سخنگو چه کسی است؟ سخنگو اول از سرکار خانم دکتر شما مادر ما هستم، جای مادر ما. اینقدر سنی هم ندارن. بفرمایید خانم دکتر. شلغم میکنده امروز. دو تاش بچه شهر رو بود. بفرمایید. باقیات و سالات اینا میگم. بله بفرمایید. من با آرزوی موفقیت برای همه عزیزان یه جمله رو میگم، این که خوشبختی رو تعقیب نکنیم، دنبال خوشبختی ندویم، فقط ساده، پرتلاش و پرامید زندگی کنیم. خوشبختی چیزی جز انسانیت، محبت و مهربونی نیست. موفق باشید. احسن به شما، ممنون و متشکرم. آقای تامهری. خیلی ممنون. آرزوی موفقیت برای همه دوستان دارم. فقط از دوستانی که در مراحل بعدی میان واقعا خواهش میکنم جدی بگیرن و تمرین بیشتر داشته باشن که مثل سید علی عزیز حیف نشه اون اتفاقی که واقعا ناراحت شدم. ولی آره چیکار میشه کرد. آره موفق باشن همه. آقای مهندس سلیمی. من هم میگم اگر تسبیح گسست دستم در ساعد ساقی سیمین ساخ بود، چه ژست زشتی آه از بواسیر تزویر و سگانه مقدس عوام. دورت بگردم، من باید صبح تا شب بشینم اینو تفسیر کنم. آه و آه و آه. بریم سراغ سوسیم به سویم، سرمسیم به سویم، سرمنی سرمانا. این تمرین تئاتر بزرگواران. بله. فکر نکنید به زبون دیگه دارن صحبت میکنن، بیان رو دارن. بیانیه هیئت داوران نمو خونم فعلا. یه عذرخواهی میکنم از گروه نقش هنر که پنجشنبه شب اجرا داشتن که تو کارشون فکر میکردیم از خطوط استفاده کردن، ولی اینطور نبود. بعد از بررسی با داورای عزیز متوجه شدیم که ما اشتباه کردیم و از خطوط استفاده نکرده بودن. از نکته برای فضاسازی کاراشون استفاده کرده بودن و ایشالله براشون آرزوی موفقیت میکنیم هر جا هستن و با پیشرفت بیشتر ببینیمشون به قول ایشالله. خودشون یه تکنیک بوده. یه تکنیک بوده. آره. و بیانیه هیئت داوران یک شنبه 19 بهمن 1399. خیلی راحت تر هم میتونی بگی. خیلی فشار نیار. سرکار خانم حیدری، بیان خوب و زیبا تو اجرات. ممنونم از اجرات، همه داوران ممنونم از اجرات که به یاد کودکان کار بودی همیشه. آفرین به تو و همیشه برات آرزوی موفقیت میکنن. و تا اینجا که اومدی خیلی کاری کردی. چه کاری کرده؟ نمیدونم، حالا بچه بپرسم. سید علی میفخرالدین، چه صدایی، چه صدایی، چه کتی، چه شلواری، عجب پایی. ولی حیف، کاش و کاش و کاش همین چند تا نقطه هم بذار پشتش که مصطفی راغب جان عزیز بیشتر دعوت کرده بود. شانس آوردی شاگرد ما نبودی، وگرنه یک فس کتک سیرت بذار همینجا رو صحنه. من خب نگرفتمش و شات از ایرا کن با او را کن. حالا جانده بیادش که آخه کی 2 روز تمرین میکنه میاد روی استیج؟ عزیز من حیف نیست؟ کنترل کن. چی؟ استرسشو. حیفه. و کاش و کاش و کاش. دیگه کاشای بعدی رو نگو. مهیای عزیز. کدوم مهیا؟ دو تا کوچولو. شیرین زبون، دوست داشتنی، طناز، صدا مخملی و پر انرژی. پر انرژی واقعا. حیف و حیف و حیف که توپق داشتی. آخ به راحت ادامه بده. چه راهی؟ صراط المستقیم. صراط المستقیم به سمت اجرا. خدایا بزنم ما مردم را به راه کج و مسئولین را به راه راست هدایت بفرما. بفرم. و خسته نباشید به سرکار خانم مهیا و سادات معینی. صدا عالی، لباس عالی، کفش عالی، نور عالی، صحنه عالی، جاده خالی. کاش و کاش و کاش تمر هندی تمرین کن. میگه تمر هندی عالی.
استرس تو کم کن بگن نه تمرین. تا به درجات بالا برسی و انشالله ما اون روز میبینیم شما رو و من الله توفیق. خب الان چی شد نتیجه؟ هنو جاده بفهم. هنو جاده هیئت داوران بعد از تبادل نظر واو امشو شوشه نه 19 بهمن 1399 خب به مرحله پایانی مرحله دوم. بله بله یک نفر را برای مرحله بعد مستقیم انتخاب نموده. صراط المستقیم. و ایشون کسی نیست جز سرما محیا سادات مهینی. باریکلا سادات مهینی مستقیم وارد مرحله بعد شدن خانم مهینی. ادامه و ایش مهمه. ایوه مهمه ایوه. هیئت داوران هیچ یک از همه رو تو سرمنی سرمانو تشکر میکنه از سرکار خانم حیدری برای حضور در این برنامه و آرزوی موفقیت برای شما. باریکلا. بله بله هیچی برو بله بله و تو چشم کج نکیده یک کش کنه آدم بابا جون آدم به لب میرسونن بگو. جونمون سید علی میفخرالدین سخته کچه کش کنی و میگی و سرکار خانم محیا خانم فامیلت که سخته بهبویه را برای رأی مردمی انتخاب می نمایند. بسیار هم خوب عالی خیلی عالی. و از مردم میخوام همینجا که به ما کمک کنند و یک نفر رو انتخاب کنن برای مرحله بعد. مردم پس شما توجه داشته باشید یک نفر از این دو بزرگواری که اومدن توی رأی مردمی از ساعت 12 امشب فرصت دارید که رأی بدید. شرط رأی دهی هم اینه که حتما باید پیج هاشم باشیم رو فالو داشته باشید چون دوستان رصد میکنن راستی آزمایی میکنن و بعد رأی ها رو منظور میکنن کمانکار که خیلی از شرکت ها رأی بالایی هم داشتن ولی به دلیل اینکه فالو نداشتن حذف شده رأیاشون. باشیم یک بعد از اینکه من این مطلب خوندم باید بگفتم علا برکت الله. خیلی خوب. و اگه راه داره آقا خانمی که هم بیارن توی خونه خنده کاری دست جا داره هست که آره ما که ما همه رو استفاده میکنه از همه استعدادا استفاده میشه هم میبینن اگه استفاده نشه بعد. خب من یه تشکر بکنم از گروه صنعتی کویر آقای مهندس محمد مهدی فنایی نازنین بسیار از شما ممنونم. تشکر از الکترو کویر، پارس کویر اروند، انرژی کویر، شرکت لنا خیلی ممنونم ازشون و همچنین گروه مبلمان منصور جناب منصوری و همچنین تشکر از هلال احمر تیم رسانه هنر و فرهنگ استان نورازین کویر محسان الکترونیک و مجموعه آسان بیمه و عینک مرکزی عینک بی‌نظیر جناب آقای رحمخان نازنین که به ما کمک کردن تا ما راحت‌تر در مقابل دیدگان پرمهر شما حاضر بشیم. خیلی شب خوبی بود. انشالله که بیننده ما باشید در شب‌های دیگه. باران آبرویم را خرید شبیه آنها که گریه نمی‌کردند به خانه برگشتم. یا علی خداحافظ.